ضمن برگزاری چهاربینی تنتنوی بخشیده به تجلیل روز آموزگار در نزد قصر فرهنگ شهر حصار، دستاورد و موفقیت‌های خوانندگان و آموزگاران و سابقه‌داران ساحه معارف شهر پیشنهاد تماشابینان کرده شد. باعث افتخار است که برای قدر کردن زحمت آموزگاران و یادآوری نمودن از فعالیت صادقانه و صمیمانه آنها در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس و جوانان، همساله یکشنبه اول ماه اکتبر در جمهوری تاجیکستان روز آموزگار یعنی روز ارزگذاری به خدمت‌های رنج برده معلم تجلیل می‌گردد. در برابر این از جانب دولت و حکومت کشور به آموزگاران توجه مخصوص روانه گردیده برای فعالیت سودمند و ماندگار آنها در جامعه شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. توجه حکومت و دولت خصوصا پیشوای معظم ما محترم جناب عالی امام علی رحمان باعث آن گشت که قدر و منزلت آموزگار در جامعه تا رفت بالا گیرد و این باعث پیشروی کار آموزگاران در جامعه گشته است. امروز دستاوردهایی که شما میبینید در طی چند سال اخیر به دست آوردند و این باعث خرسندی است، زیرا همه این از توجه زیادی دولت و حکومت نسبت آموزگاران است و این باعث آن میگردد که شوق و ذوق آموزگاران نسبت ساحه خود، نسبت کسب خود، نسبت آن تعلیم و تربیت زیادتر گردد و شاگردان ارزنده به بار آورند. اگر برای قبای سبز به برنمودن زمین بهار لازم باشد، پس برای سبز گشتن انسان، تمنیات انسان، استاد رمز بهار است. زیرا به استاد کس نمیتواند از دایره تفکر محدود بیرون گشته آدم و عالم را درک نماید. تجلیل روز آموزگار در کشور شهادت آن است که راهبریت عالی کشور به آموزگاران توجه همیشگی دارند و نقش آنها را برای به کمال رسیدن نسل آینده مملکت مهم می‌شمارند. این است که شاگردانشان در آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان و باعث بلند شدن آبروی و افتخار آموزگار و جامعه خود می‌گردند. من سراول مینتداری خودم را با استادان عزیز و مهربان خود میرسانم که مرا در راه درست تربیت نمودند و من در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدان‌های کتاب است اشتراک نموده در دور منطقوی سزاوار جای اول گردیدم و کوشش می نمایم که در دور جمهوریوی نیز سزاوار یکی از جایها بگردم و باعث افتخار استادان خود باشم. در ادامه چهاربینی راهبریت شهر نقش آموزگاران را برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی ضرور و نظررس شماریده قید نمودند که با تشبس‌های آموزگاران، صاحبکاران و اهالی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار ساخته به استفاده دادن 139 عدد صنفخانه‌های علاوگی به نقشه گرفته شده در آغاز سال نوی تحصیل 60 عدد آن مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به یک قطار استادان و فعالان ساحه برای رشد معارف، تربیت نسل نورس و مساعدت نمودن شاگردان به المپیاد و آزمون‌های جمهوریوی نشان فخری علاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار و تحفه‌های مالی و پولی تقدیم کرده شد. در آخر از جانب کارمندان شعبه فرهنگ و انسامبل‌های نورسان مؤسسه‌های تعلیمی شهر برنامه فرهنگی منظوری حاضرین گردانیده شد.